خودش به آدمون کمک میکنه؟ نه. همون فیله که تو باغ رشت بود؟ نه. آهان همون فیله که بردنش تو سیر؟ بله. همون فیله که گوشش خیلی بزرگه؟ بله. خب چی؟ اون فیله با گوشش پرواز میکنه. راست میگی؟ بله. یه ذره ساکت، مثلا دارم کتاب میخونم ها. خب برید تو گوشیش ببینید. نه بچه‌ها بشینید. من واسهتون میفرستم. توجه شما یک SMS دارید. منم بازی پرنده های عصبانی رو دارم. منم بازی تیرکمان رو دارم. منم بازی جوجه شیرقی دارم. منم اسنپ چات دارم. بچه ها نه با هم بازی کنیم. چی بازی؟ نمایش بازی کنیم. چه فکر خوبی آقا. بچه‌ها بریم. خانم ها آقایان به نمایش ما خوش آمدید. ما میخواهیم نمایش را که تمرین کردیم به شما نشان بدهیم. تخیلگری شکل دادن به چیزی در ذهن ما، چیزی که جلوی چشم ما نیست. ما میتوانیم هر چیزی که وجود ندارد به وجود آوریم. تصور یک روش عالی برای رسیدن به خواسته های من. همین الان تصور کنید دارید یک لواشک که ترش و خوشمزه میخورید. خداییش دهنتون آب نیفتاد. یک نفس عمیق بکشید. نه این شکلی. یک گل را بو کنید. یک شم را فرود کنید. چند بار تکرار کنید تا به آرامش برسید. تربیت حس. من وقتی روی صحنه خسته نیستم خودم را خسته نشان میدم. خسته شدم. تمرین بدن. باید ورزش کنم. ورزش هایی که مناسب بازیگر هاست. آ ا ای او او آ ا ای او او آ ا ای او او. برای اینکه حرفای منو خوب بشنوید صدای خودم رو آماده و گرم میکنم و سعی میکنم جملاتمو درست بیان کنم. و از همه مهمتر ریتم حرکات هماهنگ. تئاتر یک هنر گروهی است. همه با هم هماهنگ، همصدا با قدرت، جدی، منظم. یکی برای همه. مثل سربازها، مثل نمایش ما. حمله سربازهای چوبی.
آفرین. الان وقت چیه؟ نه. نه نه. نه. سخنرانی. سرباز در جامعه بسیار مفیده. سرباز برای تمام جامعه بسیار مفیده. همه باید سعی کنید سربازهای خوبی باشید. مردم به شما سربازهای خوب احتیاج دارند. مردم به شما سربازها بسیار احترام می‌گذارند. کودکان سربازها را بسیار دوست دارند. من وقتی بچه بودم یک هنگ سرباز چوبی داشتم. سرباز حتی اگر چوبی هم باشه سربازه. شما همه سرباز هستید. پس باید سربازهای خوبی باشید. دقت کنید. دفاع کنید. حرکت کنید. یک سرباز باید باهوش باشه. یک سرباز باید مرتب باشه. یک سرباز باید منظم باشه. یک سرباز باید تمیز باشه. یک سرباز باید عاقل باشه. یک سرباز باید جسور باشه. یک سرباز باید شجاع باشه. سربازها باید این چه دو دقیقه بریدون کردم. چرا خوابیدی؟ ببخشید جناب سرور. کسی تو درست کن. لباس تو درست کن. یقه تو درست کن. خبردار. برو پرچم.
این چیه؟ این چیه؟ گفتم این چیه؟ نارنجک. این که نارنجک نیست، این میوه کاجه. میوه کاج؟ بده ببینم. من از همون اولم میدونستم این میوه کاجه. بچه ها بیایی بازی کنیم. سامران حلوان هستم. در نقش تخصص صدا. برانا شجاعی هستم. رضوان داون هستم. شادیم شعبانپور هستم. آوا رحمانی هستم. آراد تورانی هستم. عدلیا رضوی هستم. آرتین خزلی هستم. نیکان محمد هستم. مرسی از شما. آفرین بچه، خیلی خوب. مرسی یه خورده این که وطن. تشریف آوردین. ما که خیلی تابستون خوبی رو میشه خواهش کنم با یکم بچه‌ها- بیاید اینورتر از این خط آره. سفیده آرتین جونم بیاید اینجا نفر آخرم آقا پرویز باشه که آخرین خط باشه همینجا خواهش میکنم نیکان جونم تو هم بیاید تو خطه بیا پیش تو من. مرسی مرسی الان خوبه. خیلی متشکرم بفرمایید خواهش میکنم ما که تابستون خیلی خوبی رو با بچه‌های شما گذروندیم. خیلی خوش گذشت بهمون. امیدوارم که به بچه‌ها هم خوش گذشته باشه. من فقط یه تشکر کنم از شما و مسئولین فرهنگسرا و یه تشکر ویژه‌ام از پدر مادرها بکنم، مخصوصا مادرها که خیلی با همون همراه بودن. مثلا اگه میگفتیم یه کاری رو انجام بدیم میدیدم که بچه ها واقعا همراه و اینکه پدر مادرها مخصوصا مادرها میگفتن که مثلا این کار رو ازش بخوا، از بچه‌مون بخوا، دیالوگش رو کم نکن، این حرکت رو بهش اضافه کن و این همراهی شما رو با مربیان میرسونه. مخصوصا مامان آرتین خزلی که خیلی کمکمون کرد، خیلی با اون همراه کرد. مرسی ازتون، متشکرم. امیدوارم که بچه‌ها هم تابستون خوبی رو گذرونده باشن. خواهش میکنم نیکان عزیز رو تشویق کنید پسر خواهش میکنم بارانا رو براش دست بزنید خواهش میکنم که برای آرتین عزیز که بالاخره بدونه چه هست بله عرضم حضور شما که برای سامراد خواهش میکنم بله پسر خیلی خوبمون که با اینکه باش عمل داشت خیلی نگران بود اجرا چیکار میکنه به من اومد و خیلی خوشحالیم بله اومد و خدا رو شکر خود بهتر شده ان شاءالله مدرسه هم میره فکر کنم دیگه تا مدرسه هم میره خیلی
ممنونم از اینکه 3 هفته همراه 2 هفتهش گذشته. برای رادمان خواهش میکنم. عرضم حضور شما که خواهش میکنم که برای آوای عزیز دست بزنید. خواهش میکنم که برای شادلین عزیز دست بزنید. خواهش میکنم که برای آراد عزیز دست بزنید. و خواهش میکنم که برای عدلیای عزیز دست بزنید. همه مادرها برای تشکر از زحماتی که شما کشیدید. خیلی ممنون از شما. یه دست بزنید خواهش میکنم. ما که اصلا راضی به این کار نبودیم، چون اصلا در کنار بچه‌های شما بودن مثلا ما رو چند سال جوون کرد و ما همیشه میگم با کار کردن با بچه‌ها خیلی لذت می‌بریم. خیلی ممنون که زحمت کشیدین. دیگه حرف دیگه مرسی، خیلی متشکرم. بچه‌ها دوباره میایم عکس میگیریم، ولی از همون ور فعلا برید هر کسی هم پیش مامان و بابای خودش بشینه. خیلی خوشحالم و قبلش جا داره من از شما تشکر کنم که همراه ما هستید، باعث دلگرمی ما میشید. خانم حسینی خیلی ممنونم که همراه ما هستید. خیلی خدا رو شکر میکنم واقعا که یک جای کوچولویی درست کردیم که بچه‌ها در قالب اجرا موسیقی تئاتر فرقی نمیکنه، فضایی باشه که خوشحال باشن و دقایقی رو ما در کنار بچه‌ها لذت ببریم و این فقط به خاطر همراهی شما پدر مادرها شده. خیلی ممنونم از تک تک شماها که همراه ما هستید. آرتین شما برو بالا من کمک کن بده به بچه‌ها. حالا که اومدی برو بالا. آرتین دستی رو من باشه. خب فرهاد کدومتون بودی؟ باشه برای فرهاد دست بزنید. آره روحان کدومتون بود؟ روحان برای روحان دست بزنم. بچه پینوکیو رو بخونید باشه؟ مرسی. کلاس 4 هم دیگه درست پس میکنم. برای خشمم فرهانم دست بزنم. این بچه های خوبی که اجرا کردن خواهش میکنم بچه بیاید بالای عکس یادگاری هم بگیرید. شما حوصله‌تون میگیره.